سلام، به دنیای جاودانه ها خیلی خوش اومدید. من سعیدم، معروف به سناتور، خالق حلقه های جاودان. حلقه هایی که میسازم هر کدومشون یه نشونه، یه خاطره، یه عشق پشتشه. این حلقه هایی که من میسازم حلقه های معمولی نیستن. حلقه هایی هستن که هر کدومشون پشتشون یه خاطر است، یه دلتنگیه، یه وابستگیه. یکی که پدر و مادرش رو تازه از دست داده، یا خاک مزارش، تربت کربلا. کسی که با تربت کربلا آروم میشه، من با اون تربت براش حلقه میسازم. کسی که تازه پدر مادرش رو از دست داده و تنها یادگاریش میشه خاک مزارش، من با خاک مزار حلقه میسازم تا هر وقت دستش میکنه آروم بشه، حس خیلی خوبی بهش بده. این حلقه جاودان میشه براش. سناتور تخصصش اینه با ارزش ترین دارایی زندگیتون که خیلی براتون معنا داره و ارزشمنده رو برای همیشه تو قاب حلقه جاودان میکنه تا هیچ وقت اون یادگاری گم نشه. اینجا دلتنگی ها واقعا جاودان میشن برای همیشه تو قاب حلقه. دوستای گلم، خیلی خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید، شیر کنید، به اشتراک بذارید تا کسای دیگه هم که دنبال این هستن که تنها یادگاری که دارن با ارزش ترین چیزی که دارن و میخوان جاودان بشه برای همیشه، کانال ما رو ببینن. خیلی ممنون از توجه و حمایتتون. حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید و منتظر آموزش های جدید باشید، چون قراره یه سری آموزش های رایگان داخل کانال بذاریم و همینطور کارهای جدید و خاص رو که قراره به زودی رو نمایی کنیم و داخل کانال بذاریم. منتظر کارهای جدید باشید و آموزش های رایگان رو از دست ندید.